از الله بترسین، جوانا را از دینداری متنفر نسازین. یک وقت یک کس بر من زنگ زد، گفت استاد یک جوان تقریبا 14-15 ساله کل عمر خود در لندن تیر کرده. اونجا در لندن تیر کرده، در کدام مسجد بوده که اونجا مردمای که اونجا بودن شاید شافعی مذهب بودن یا سلفی بودن یا هر چی بودن، خب مقصد اونجا نماز یاد گرفته و رفع الیدین میکردن. این بچه فامیلش آوردهش کابل، که کابل آمده این خود از این گپا خبر نداره دیگه، قسمه که اونجا یاد گرفتن اینجا آمدن در مسجد رفتن، یا برام از زنگ زد گفت یک مشکل پیدا شده بیا میره مشکل حل کنم. گفتم چیت مشکل؟ گفت مشکلی است که این بچه وقتی در مسجد رفته ساعت نماز که شروع کرده که چند نفرک دیگه میگرده بخاری یک سه تا کاکاگک شیشته، این کاکاگکا یک دفعه در جان از این حمله کردن که تو وهابی که تو این قسم نماز میخونی. این بچه چون فارسی رسایی نمیفهمه فکر کرده که البته مرا دزد گرفته ور خطا هست. خب بالاخره بیرون که آمده دولی و رنگش هم سفید پریده و از خودگی خدا گفته که من خود چیز دوزی نکردیم یا چرا سرم حمله کردن. خب بالاخره این رو به اندازه کردن که قومایشان میگن که استاد اینمی بچه حال میگم من به لندن میرم و کافر میشم، حال از مسجد متنفر شده. همین آزان که صدایش میگه میشنوه گوشای خدا پت میگیره میگه دیگه من نه من مسجد نمیرم، من زود ببرین پس به لندن به خاطر ازی که چیز میگه بخی عزیز کیره. خب آیا درست است که ما مسجد مرکز تروریسم جور بکنیم؟ خیلی می تروریسم است دیگه، اگر تروریست است خیلی است این باید تروریست بگوییم. یعنی تروریسم است که در مسجد خشونت کردن، بی‌ادبی کردن، توهین کردن، تحقیر کردن و هو در مقابل یک سنتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است، ولی در قسمت منسوخ شدن از این اجتهادات علما هست که بعضی علما به منسوخ بودن از این قائل هستند و بعضی علمای دیگه که میگن که این منسوخ نیست. بنابراین اجتهادات است که 13 قرن 12 قرن قبل در بین فقهای بزرگ ما در کتاب ها میخوانیم که بعضی از فقهای بزرگ محترم که ما برشان احترام داریم اونا میگن امیر رفع الیدین منسوخ شده، اجتهادش است. و یک تعداد فقهای دیگه میگن خیر او دلیلی که خودت میگی که منسوخ شده او دلیل بر نسخ از این نمیشه، بر از او هم احترام داریم، لکن حدیث ثابت است ولی عمل هست. این یک کسی در مقابل از این عمل خشونت میکنه، اصلا اینمی شخصی که در مقابل از این عمل خشونت میکنه این در مقابل در کدام قانون قرار میگیره؟ کراهیت ما انزل الله ایره میگن. الله چی نازل کرده؟ وحی جلی و وحی خفی. وقتی که حدیث صحیح ثابت شد این وحی داخل میشه، این وحی است، وحی خفی هست و کراهیت آنچه که نازل شده هست انسان هم به کفر میکشانه. پس اینمی کاکاگک با اینمی کراهیت اینمی عمل از دایره ایمان خارج میشه، ولی نمیفهمه. ما باید همه سنت ها را دوست داشته باشیم ولو که انجام نمیدیم. دوست داریم. یک نفر ریش خدا کل کرده اما ریش بدش نمیه، امید جنت میره. اما یک نفر خوب یک قبض ریش هم داره خود ریش بدش میایه، اینالی به خاطر ریش داشتن خود ثواب برد، اما چون ریش بدش میایه به کراهیت ما انزل الله ای کافر میشن. از این کدام ریش کل چی است؟ عقیدهش جور است. یعنی بعضی وقت عقیده باید جور باشه.